سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. من گیمر امیر هستم و امروز قراره که با هم دیگه درباره بازی مومو صحبت کنیم. بازی مومو که اغلب شما احتمالاً آشنایی دارین با بازی مومو و من اومدم امروز با شما دوستان گرامی و ارجمند درباره این بازی صحبت کنم. البته آخر ویدیو حتما عکسایی که گرفتم و حتما براتون میذارم و بله شمارش هم پیدا کردم شمارش رو پیدا کردم و اینم احتمالاً فکر کنید میدونید چیه. بلنگوه و هر اینکه ذره صدام بهتر بشه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما لایک، سابسکرایب، کامنتی، سوالی، چیزی دارین حتما تو کامنت ها ازم بپرسید تا جایی که بتونم سعی میکنم همه رو نگاه کنم و همه رو قلب بذارم. تا آخر ویدیو داشته باشین و حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. خب بچه برید حالا با نوشیدن این چیزی دوست دارید بیاید و سری بیاید زودو. خب بچه ها میخوام توضیح بدم دربارش. بچه ها نگاه کنید، قشنگ گوش کنید و ببینید بازی برنامه مومو شمارش رو از یه جایی پیدا کردم که نمیشه گفت، در هر صورت ارور میده، ولی اسکرین شاتش رو میگم آخر این ویدیو براتون میذارم، شمارش هم میذارم و کد مثبت یک. شاید بعضیتون میدونین میشه کجا ولی من نمیدونم میشه کجا. اگه میدونه حتما تو کامنت ها برام بگین میشه کجا مثبت یک و من شمارش رو سانسور میکنم و براتون 2 رقم آخرش رو بهتون نشون میدم که بدونید خارجیه و عکسش پروفایل خودشه و مجبور شدم بلاکش کنم از ترس چیزی که بهم پیامی نده. فکر نکنید پیام داده، پیام نداده، ولی شمارش رو ذخیره کردم و میخوام آخر ویدیو براتون اشتراک بذارم. و بعد بچه ها اگر دیدید مومو بهتون پیامی داد حتما پیامش رو پاک کنید و به هیچ عنوان سین نکنید پیامتون رو، به هیچ عنوان سین نکنید، چون سین کنید احتمال اینه که گوشیتون هک بشه، سیم کارتتون هک بشه، رمتون هک بشه، کلا گوشیتون به فنا میره. باید با سیم کارت دیگه، رم دیگه، هر چی بعد همه چیتون عوض کنید وارد بشید. خب این ویدیو تموم شد و حتما آخر ویدیو رو داشته باشید. تا ویدیو بعدی، پیس.